امروز به همراه مهدی جان سال هستم، یکی از شاگردای مکتب یقین، البته لیسی یقین در ولایت پروان. جالب است که اولین مکتب ما در پروان بود. زیاد برزن سوال کردن شما شاید طرف پشتون نشین برین یا جلال‌آباد، لغمان یا کنل یا کابل یا به قندار، لیکن اولین فیصله ما پروان بود، به خاطر که واقعا پروان یک ولایت زیباست، مردم زیبا داره، مردم که واقعا میخوان برن طرف تحصیل مثل کل افغانستان و الحمدلله او شد. و امروز نتیجه را براتون معرفی میکنم که امروز یقین تاکس چندین نمره بودین یقین تاکس امروز؟ البته پنجم نمره. ماشاءالله ماشاءالله، بسیار خوب. یعنی در هر مکتب، در مکتبای خودشان اونا مقابله داشتن، از اونجا اول نمره برآمدین و در اینجا باز پنجم نمره شدن. ماشاءالله. ما شما پرسان میکنم که چون موضوعش بسیار موضوع مهم بود، او بود مصنوعی عقل یعنی AI. چرا این موضوع انتخاب کردین؟ به نام خداوند تعالی، هوش مصنوعی فعلا در دنیای امروزه به یکی از موضوعات یا یکی از پدیده‌های چالش برانگیز تبدیل شده. فعلا اگر ما ببینیم دنیا را یا مطالعه بکنیم، هوش مصنوعی خیلی افکت کرده بالای جنبه‌هایی که مثلا ما زندگی می‌کنیم و بیشترین تأثیری که هوش مصنوعی در سال‌های اخیر داشته بالای آموزش بوده. بخاطر نمی باعث شد که من مقاله تحقیقی نوشته بکنم، تحقیق بکنم، راه‌های حل ذکر کردیم، در تحقیق که من کردم و چطور می‌توانیم از این انقلاب‌های هوش مصنوعی که معرفی گردیده و قرار است در سال‌های بعد معرفی شود، چطور می‌توانیم مقابله بکنیم و وایزلی استفاده بکنیم از این انقلاب‌ها. بسیار خوب. شاگردایی که در مکتب هستن یا در پانتون هستن، کدام اپ میتونن استفاده کنن که در دستایش همکاری شوه از ادرس AI؟ خب بهترین برنامه هوش مصنوعی که پرکاربردترین برنامه هم شناخته شده چت جی پی تی می باشه. بله که توسط شرکت اوپن AI در سال 2022 معرفی گردید و فعلا هم پرکاربردترین برنامه اپ هوش مصنوعی می باشه که میتونه هم مسئولین در پانتون و هم شاگردان در مکتب استفاده بکنن. شما خودتان استفاده میکنین؟ بله ها. آخرین سوالتان از AI چی بود؟ آخرین سوالی که من پرسیدم در مورد چالش‌های استفاده هوش مصنوعی در آموزش. و چی براتون گفتن؟ چالش‌هایی که ذکر کرد، البته اول چالشی که خیلی فوکس هوش مصنوعی هم بالایش بود، میگم حریم خصوصی، حفظ حریم خصوصی می باشه. یک مشکل عمده است. اکثر مردم، یک چند روز پیش ما در ایلان ماسک توییت دیدم که اکثر مردم چیزای بسیار شخصی به همراه AI شریک میکنن، چیزای فامیلی، چیزای مثلا که باید نباشه. و اینا نمیفهمن که این مواد به همراه دیگه مردم هم شریک میشه و AI هم ترین میشه. یک مشکل عمده هست. مشکل دوم چی بود؟ مشکل دوم یا چالش دومی که زمانی که مسئولین یا ساده مثلا شاگردا استفاده میکنن هوش مصنوعی با چالش روبرو میشن، ایست که تنبلی را به وجود میاره در بخش. بله متاسفانه لیزینس به وجود میاره. زمانی که اگر ما خود از زیاد دیپند بکنیم بالا هوش مصنوعی یا AI، این باعث لیزینس میشه. بله. واقعا یک چالش خوب ذکر کردین. شما اگر یک هوش مصنوعی یک اپ جور کنین چی خواد بود؟ برنامه که اگر من تصمیم داشته باشم در هوش مصنوعی یا AI جور بکنم، یک برنامه آموزشی میخوایم جور بکنم. خب مثلا که همه ابعاد مثلا مضامینی که شاگردا در پانتون‌ها یا در مکاتب میخوانن، همون موضوعات ما ذکر میکنم یا دیتا را براشون میدم که بتونن راحت‌تر استفاده بکنن به خاطر حل سوالاتشون. یعنی اگر پرسان کنن که ما سوال امتحان دارم در بخش فیزیکس، بله، او برشون کویزا را کویز تمرینی البته براشون آماده بکنن. بسیار خوب. خصوصا در بخش کنکور زیاد همکاری خواهد کرد. خصوصا در بخش ریاضی و کنکور. ماشاءالله بسیار خوب. حتما میخوایم همین اپتون ما ببینیم. اولین استفادهش ما باشم. ان شاء الله. جزاک الله خیر. یک دانش موفقیتون میخوایم. اینا بودن شاگرد مکتب علی لیسی یقین در ولایت پروان. جزاک الله خیر.